هفته زبان و ادبیات فارسی در قرقیزستان از 20 لغایت 26 آبان ماه 1398 با ابتکار رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیشکک و حمایت بنیاد سعدی اولین هفته زبان و ادبیات فارسی در قرقیزستان برگزار گردید. در چارچوب برنامه‌های این هفته دوره بازآموزی مدرسان زبان فارسی ویژه استادان زبان فارسی قرقیزستان در دانشگاه دولتی بیشکک برگزار گردید. زبان و ادبیات فارسی در تعدادی از دانشگاه‌ها و مدارس قرقیزستان تدریس می‌شود و سال‌هاست که برای بحث ارتقاء دانش زبانی استادان زبان فارسی ما دوره‌ای نداشتیم و خوشبخت هستیم که امروز میزبان یکی از استادان برتر زبان فارسی، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، جناب آقای دکتر صحرایی هستیم. در بین کشورهای آسیای مرکزی زبان فارسی در قرقیزستان جایگاه بسیار ویژه‌ای داده. در چندین مدرسه و چندین دانشگاه تدریس میشه. من در این چند روز عشق به زبان فارسی رو در بین استادان اینجا کم نظیر دیدم. زبان فارسی و ادبیات نهفته در اون مردم ایران و مردم قرقیزستان رو خیلی به هم نزدیک کرده و از این بابت بسیار بسیار خرسند هستیم. در این دانشگاه دانشجویان با علاقه زبان فارسی رو میخونند، استادان با علاقه خیلی خوبی فارسی رو آموزش میدند و من هم به اینجا آمدم تا روش‌های جدید آموزش زبان فارسی را به استادان و دانشجویان معرفی کنم، منابع جدید رو معرفی کنم و از این طریق به گسترش زبان فارسی کمک کنم. دوره مذکور به عنوان درس جدید به تازگی در برنامه‌های آموزشی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دوره که اولین بار در قرقیزستان برگزار می‌شود، طی یک هفته از 20 الی 26 آبان ماه 1398 برگزار گردید و در آن استادان زبان فارسی دانشگاه دولتی بیشکک، دانشگاه قرقیزی روسی اسلاویانی، دانشگاه دولتی شهر اوش و مدرسان زبان فارسی مدارس شماره 28، 31 و 2 شرکت نمودند. در چارچوب دوره بازآموزی استادان زبان فارسی، اساتید ما با روش‌های جدید تدریس آشنا خواهند شد و این باعث بهبود روند تدریس و تقویت و افزایش فراگیری زبان فارسی دانشجویان خواهد بود. امید دارم که در آینده نزدیک نتیجه و ثمره این دوره و فعالیت‌های خوب صورت گرفته را شاهد باشیم. گفتنی است دکتر رضا مراد صحرایی که برای برگزاری و تدریس این دوره به بیشکک اعزام شده بود، در این حال مسئولیت معاونت آموزشی و پژوهشی بنیاد سعدی را نیز بر عهده دارد. به گفته معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی و مدرس این دوره، اکثر افرادی که به عنوان استاد زبان فارسی را برای دانشجویان خارجی تدریس و آموزش می‌دهند، متاسفانه خودشان آن را به صورت حرفه‌ای نیاموختند. چه اگر این گونه باشد، روش جدید آموزش زبان فارسی برای یادگیری دانشجویان آسان‌تر می‌شود. با عرض سلام، من ملاحت مامیدوار معلم زبان فارسی هستم، همزمان مدیر مرکز ایرانشناسی در دانشگاه مشترک قرقیزی روسی اسلاویانی هستم. سابقه کارم بیشتر از 25 سال است و در دانشگاه‌های گوناگون بیشکک مشغول تدریس زبان فارسی بودم. آخرین کار علمی مشترک ما ترجمه فهرست نسخه خطی فارسی که در کتابخانه اکادمی ملی علوم قرقیزستان نگهداری می شود. اسم من نورلانبک بالتابایف است. من رئیس گروه زبان‌های شرقی خاور نزدیک و میانه هستم. در دانشگاه دولتی بیشکک کار می کنم. همچنین استاد زبان فارسی هستم. تقریباً 24 سال است که زبان فارسی رو اینجا تدریس می کنم. طی این سالها تقریباً 250 نفر دانشجو رو یاد دادیم. همچنین مؤلف چند مقاله علمی در خصوص اشتراکات زبان فارسی و قرقیزی هستم.
دوره بازآموزی استادان زبان فارسی قرقیزستان که افتتاحیه و کلاس‌های آن در دانشگاه دولتی بیشکک برگزار شده بود، در مرکز ایرانشناسی فردوسی کتابخانه ملی قرقیزستان موسوم به الکول عثمانوف به پایان رسید. مراسم اختتامیه با حضور آقای علی مجتبی روزبهانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان و پرویز قاسمی، رایزن فرهنگی کشورمان با اعطای گواهی برای شرکت کنندگان در دوره برگزار گردید. رابطه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان از گسترش رو به رشدی برخوردار هستش و این در واقع توسعه مناسبات بین دو کشور در همه زمینه‌ها از جمله زمینه‌های فرهنگی، علمی و هنری وجود داره و این کلاس دوره آموزش زبان فارسی تکمیلی و همچنین بازآموزی زبان فارسی برای اساتید و معلمین زبان و ادبیات فارسی در قرقیزستان برگزار شده نشون دهنده این گرمی روابط در بخش فرهنگی است. در پایان دوره به رسم تشکر و یادبود هدیه‌ای از طرف شرکت کنندگان در دوره به دکتر صحرایی اعطا گردید. با عرض سلام، آسیه مولالیوا هستم، مترجم رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیشکک. حدود 15 سال است که در شغل مترجمی و پژوهش در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیشکک و همچنین نمایندگی‌های فرهنگی ایران در قزاقستان و قرقیزستان مشغول به کار هستم. در طول این مدت آثاری رو از زبان فارسی به روسی ترجمه کردم. از جمله این آثار کتابایی بود مربوط به دوره معاصر، ادبیات معاصر، کتابایی از مصطفی مستور، از کاظم مزینانی، همچنین یک کتابی ترجمه کردم مربوط بود به دفاع مقدس، خاطرات یک شهید ایرانی. یکی از کارهای اخیرم که البته تدوین بود، کتابی بود به زبان روسی تحت عنوان جامعه و فرهنگ ایران که اخیراً منتشر شد. در این کتاب سعی کردیم به زبان روسی، به نثر روان و امروزی روسی مطالبی رو از ایران واقعی به مخاطب ارائه بدیم، تصویری درست از ایران عظیم، از قدمت این کشور، از تاریخ و فرهنگ بی‌نظیرش، از آداب و رسوم، از آثار دیدنی هر یکی از استان‌های این کشور، همچنین از سیاستش، از اقتصادش، خلاصه کلیات این کشور رو، هرچند که در واقع توصیف این کشور، گنجوندن مطالب و عظمت این کشور در یک کتاب کار نشدنی هست، ولی سعی کردیم یک تصویر و چهره واقعی، سیمای واقعی از ایران برای مخاطب روس زبان و به خصوص جامعه قرقیزستان ارائه بدیم. سلام، بنده خانم کانیگی هستم از کشور قرقیزستان، فارغ التحصیل جامعه المصطفی در قم. در حال حاضر تو دانشگاه بین المللی زبان فارسی تدریس میکنم. از شرکت باز آموزش مدرسان زبان فارسی خیلی خوشحال هستم. این دوره برای ما خیلی مفید بوده. بنده با زبان فارسی تقریبا 20 سال آشنا هستم. در این مدت 10 تا کتاب ترجمه کردم به از زبان کرغیزی به فارسی، از جمله کتاب‌های جایگاه زن در آثار امام خمینی رحمت الله علیه، خطبه نهج البلاغه، حقوق زن در قرآن و احدین و سایر کتاب‌های خوب و مفید. سلامی چوبوی خوش آشنایی. خیلی خوبه که من حرفامو با یک شعری از سنایی که 1000 سال پیش زندگی می‌کرده و درباره قرقیزستان گفته و قرقیزها گفته شروع کنم. خانه گویی ز عطر قرقیز است، دشت گویی ز حسن بستان است.
چابکان خطاب و قرقیزی، آب آتش ببرده از تیزی. من زلیخا ثقفی هستم، استاد دانشگاه دولتی بیشکک. از سال 2003 در اینجا هستم و در این دانشگاه تدریس میکنم. البته در همه دانشگاه‌های بیشکک و شهر اوش هم تدریس زبان فارسی داشتم. از زمانی که به قرقیزستان اومدم، اولین مشخصه‌ای که موجب شد من حس کنم که خیلی اشتراک فرهنگی داریم با این کشور، با اینکه شاید از موقعیت جغرافیایی همدیگر در اون زمان خبر نداشتیم، خیلی شناختی از همدیگر نداشتیم از کشورهای هم، ولی احترام به بزرگان و احترام به وضعیت خانوادگی، موقعیت خانوادگی خیلی نظر منو جلب کرد. بعد مراسم عید نوروز شروع شد و در اونجا من دیدم سمنو تهیه کردن، غذاهای مختلفی پختن و به دیدار همدیگه میرن و حس کردم که چقدر نزدیکی بین این دو کشور و مردم کشور، فرهنگشون وجود داره. در سال اخیر هم حدود 1 سال من در آکادمی علوم فرهنگ قرقیزستان بودم و این کتاب تهیه شد. نسخه های خطی فارسی موجود در آکادمی که از خونه های مردم گردآوری شده بود این کتاب ها و این علاقه قرقیز ها رو به فرهنگ ایرانی، ادبیات ایرانی، شعر ایرانی نشون میداد. در چارچوب برنامه‌های هفته زبان و ادبیات فارسی در قرقیزستان روز پنجشنبه 23 آبان 98 شب شعر فارسی در دانشگاه دولتی بیشکک برگزار شد. آنچه اکنون در پشت سر من مشاهده می‌کنید مربوط به یکی از برنامه‌های این هفته است به نام شب شعر فارسی در دانشگاه دولتی بیشکک است. در مصاحبه با چند تن از ایرانشناسان و استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی قرقیزستان از نقطه نظرات آنان در خصوص روابط فرهنگی ایران و قرقیزستان، اشتراکات فرهنگی بین دو ملت و همچنین جایگاه زبان و ادبیات فارسی در این کشور جویا شدید. در آغاز این مراسم تالاسبک مشربوف رئیس دانشکده شرقشناسی و روابط بین الملل دانشگاه در سخنان کوتاهی به بیان ویژگی‌ها و جایگاه ادبیات فارسی در توسعه زبان و ادبیات قرقیزی پرداخت و در لابلای صحبت‌های خود سعدی، حافظ، خیام و مولوی رو از جمله محبوب‌ترین شاعران ایرانی در نزد قرقیزها ذکر نمود. Негізі орыс тіліндегі бүткіл дүниелік адабият деген сериядан шыққан. من گزیده شاهنامه فردوسی را که در نسخه و واریانت روسی 800 صفحه بود به زبان قرقیزی ترجمه کردم. خودم به عنوان مورخ و دانشمند به شاهنامه خیلی علاقه داشتم. پس از ترجمه هم خودم و هم خوانندگان قرقیز با چیزهای زیادی آشنا شده ایم. غیر از کار ترجمه در زمینه تحلیل و تحقیق ایران در دوره شاهنامه فعالیت می کنم. باید گفت که تاریخ دوران گذشته جهان تاریخ ایران و توران است. این منطقه آسیای مرکزی در زمانهای دور توران نام داشت. شباهت‌های تاریخی زیادی بین ایران و قرقیزستان وجود دارد. در آثار خماسی طرز تفکر و جهانبینی دو ملت به هم نزدیک است. حوزه مذکور تا به حال از طرف تحلیلگران ترک زبان به طور عمیق مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. اگر نسخه اصلی و کامل شاهنامه توسط دانشمندان قرقیز به این زبان ترجمه و تحلیل شود، می‌بینیم که ایران و توران در حقیقت یک دولت بودند و پس از آن به دو قسمت جدا شده‌اند. به همین سبب ترجمه این اثر به زبان قرقیزی اهمیت بسیاری دارد. فردوسی اوج و بلندترین قله شعر فارسی است.
من عضو شورای نویسندگان قرقیزستان هستم. از سال 1995 میلادی به عنوان شاعر و مترجم فعالیت می کنم. 50 سال عمر خود را به شعر جهان و بیش از نیم آن را به مطالعه اشعار شاعران فارسی زبان صرف کرده ام. اشعار آنان را طی سالهای زیاد به زبان قرقیزی ترجمه کرده و در 8 اثر مختلف چاپ و منتشر کرده ام. با رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1994 میلادی همکاری می کنم. گلستان سعدی، بیش از 700 رباعی عمر خیام از رودکی تا بیدل و شاعران قرن 18 ایران، به طور کلی آثار بیش از 40 شاعر فارسی زبان را به زبان قرقیزی ترجمه کرده ام. در حال حاضر به گلچین ادبی خود تمام اشعار ترجمه شده از فارسی به قرقیزی را گردآوری می کنم و امیدوار هستم در آینده نزدیک در قالب یک مجموعه به زیور طبع آراسته گردد. خادرشاه مروت هستم، معاون رئیس سازمان تاجیکان قرقیزستان موسوم به رودکی و سردبیر روزنامه تاجیکی پیام الاتو. باید تاکید کرد که زبان و فرهنگ فارسی برای آسیای میانه و از آن جمله برای قرقیزستان بیگانه نیست. از عهد قدیم جایگاه زبان، فرهنگ و تمدن فارسی ایرانی در آسیای میانه محسوس بوده و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ما احساس کردیم که این روابط دوباره زنده شدن و در حال حاضر در 6 دانشگاه‌های قرقیزستان زبان و ادبیات فارسی که آموزش می‌یابد و همچنین سازمان رودکی، سازمان فرهنگی رودکی که بنده در اونجا کار میکنم، برای رشد و رونق زبان تاجیکی فارسی کارهای معینی را انجام میدهد. پرویز قاسمی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیشکک، جایگاه ادبیات و زبان فارسی در تمدن جهانی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت آثار شاعران ایرانی در تربیت معنوی جامعه، عشق و میهندوستی، تقویت صلح و دوستی بین مردم، منشأ و الگویی بی همتا می باشند. دکتر رضا مراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت زبان فارسی از 1000 سال پیش تغییر نیافته و کسانی که به این زبان تسلط و آشنایی داشته باشند به راحتی می‌توانند آثار رودکی، فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی را از منبع اصلی بخوانند و به خوبی آن را بفهمند. پس روا باشد که ایران پابرجاست، جان هر کس از برایش خون بهاست. بعد من آرش تویی ای هموطن، جان دهید هر یک به راهش تن به تن، تا بماند جاودانه سربلند نام ایران و مردمانش ارجمند. شب شعر فارسی دانشگاه دولتی بیشکک اکثر فعالان حوزه ایرانشناسی و زبان فارسی در قرقیزستان از بیاز تورال مترجم شاهنامه فردوسی و کوبانچبک باسیلبکوف مترجم آثار ادبیات مشرق زمین و شاعران کلاسیک فارسی به زبان قرقیزی گرفته تا قادر مروت نویسنده و فعال رسانه‌ای تاجیک و سیاوش جنیدی شاعر تاجیک تبار و سایر دوستداران ادب و فرهنگ ایران در این دیار را دور هم گرد آورده بود. در این مراسم دانشجویان زبان فارسی دانشگاه دولتی بیشکک به زیبایی اشعاری از شاعران ایرانی را به زبان فارسی خواندند و دانش آموز مجتمع آموزشی امام خمینی بیشکک نیز به زبانهای فارسی و روسی به شاهنامه خوانی پرداخت که مورد استقبال قرار گرفت. بس دلاره بود جنگل
بخش زیبا بود جنگه بس فسانه بس ترانه بس ترانه بس فسانه بس گوارا بود باران بخش زیبا بود باران برق چون شمشیر باران پاره می‌کرد ابر خارا تنداره دیوان غران مشت می‌زد ابر خارا روی برکه مرد آبی از میانه از کرانه با شتابی چرخ می‌زد بیشماره گیسوی سیمین مخرا شانه می‌زد دستی باران باد با فود خامه مینمودندش پریشان. دانش آموزان مدرسه شماره 51 شهر بیشکک به آموزش زبان فارسی علاقه دارند. با توجه به این استقبال به علاقه‌مندی، مدیر این مدرسه بارها با مراجعه به رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیشکک خواستار توجه و مساعدت برای آموزش زبان فارسی در این مدرسه شده بود. دانش آموزان این مدرسه علاقه خود به زبان فارسی را اعلام کرده بودند. ما متاسفانه معلم زبان فارسی نداشتیم. به این دلیل به سفارت جمهوری اسلامی ایران برای درخواست معلم و آموزش زبان فارسی مراجعه کردیم. رایزن فرهنگی ایران شرایط خوبی را در این زمینه فراهم کرد. اینک دانش آموزان ما زبان فارسی را با اشتیاق خواهند آموخت. این درخواست در دوره مدیریت جدید نمایندگی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیشکک مورد توجه قرار گرفت و در 24 آبان 98 اتاق آموزش زبان فارسی در این مدرسه با حضور معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی به طور رسمی راه‌اندازی و افتتاح گردید. در مراسم راه‌اندازی کلاس زبان فارسی در مدرسه شماره 51 دانش آموزان این مدرسه اشعاری از شاعران کلاسیک فارسی از جمله خیام و سعدی به زبان‌های روسی و قرقیزی خواندند و قطعه‌ای از رباعیات خیام نیز به سبک قرقیزی به اجرا درآمد. شایان ذکر است که در حال حاضر در مدارس شماره 2, 28 و 31 و نیز مدرسه شماره 1 چنگیز ایتماتوف بیشکک با حمایت رایزنی فرهنگی زبان فارسی برای دانش آموزان علاقه‌مند قرقیزی آموزش داده می شود. در تاریخ اول آذر ماه 98 در کتابخانه ملی قرقیزستان موسوم به عثمانوف مراسم اجتماعی و فرهنگی شبی با کتاب 2019 با عنوان کتاب و کتابخوانی در دوران دیجیتال برگزار گردید. امروز اول آذر 1398 اینجا بیشکک کتابخانه ملی قرقیزستان موسوم به کتابخانه علیگل عثمانوف می باشد. کتابخانه ملی قرقیزستان همه ساله در آبان ماه برنامه‌ای را تحت عنوان بیبلیانوت یعنی شبی با کتاب برگزار میکنه و این در تقویم فرهنگی قرقیزستان جای گرفته است. جای بسیار خوشبختی است که ما امسال در چارچوب برنامه هفته زبان و ادب فارسی در قرقیزستان در برنامه شبی با کتاب قرقیزستان شرکت میکنیم. برای این برنامه از طرف رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه الهدی در بیشکک ما حضور پیدا کردیم با بیش از 200 جلد کتاب به زبان‌های فارسی، روسی و قرقیزی و تابلوهای فرش و صنایع دستی ایرانی. در افتتاحیه رسمی نمایشگاه کتاب ایران در محل کتابخانه ملی، جیلدیز باکاشو و رئیس کتابخانه ملی سخنرانی نمود و قاسمی رایزن فرهنگی ایران نیز در خصوص هفته کتاب در جمهوری اسلامی ایران آمارهای مربوط به چاپ و نشر کتاب در ایران و نیز آثار به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه گزارشی را ارائه نمود.
پس از پایان برنامه‌های هفته زبان و ادبیات فارسی در قرقیزستان و در آستانه جشن 40 سالگی دانشگاه دولتی بیشکک، شورای عالی دانشگاه به پاس تعاملات خوب رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری ایران در بیشکک با دانشگاه مذکور و به منظور ارج نهادن به زحمات و تلاش‌های ایشان در توسعه روابط فرهنگی فیمابین و به خصوص حمایت از آموزش زبان فارسی، عالی‌ترین نشان تقدیر دانشگاه را به آقای پرویز قاسمی که 8 ماه بیشتر نیست در کسوت رایزن فرهنگی در این کشور فعالیت می‌کند اعطا نمایند. خوشبختانه هیچ گونه نکته منفی در روابط فرهنگی ایران و قرقیزستان وجود نداره و اراده و خواست مسئولان دو کشور هم برای توجه بیشتر به مسائل فرهنگی است. امیدوارم در طول مدتی که بنده در قرقیزستان به عنوان جانشین فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنم، دو تا اتفاق بیفته. یک، این که بتونم ایران امروز و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران رو در فضای سیاه‌نمایی و ایران حراسی امروز بتونم به جامعه قرقیز به درستی بشناسانم و معرفی کنم و دوم اینکه بتونم تحرکی و رونقی به روابط فرهنگی ایران و قرقیزستان بتونم بدهم و این مناسبات فرهنگی رو در حوزه‌های مختلف بتونم گسترش بدهم. برای روابط فرهنگی ایران و قرقیزستان روزهای خوب و شکوفایی آرزو می‌کنم.